نقص خودم هستی ذات کامل را احساس میکنم. چون من ناقص هستم، نقص خودم برای من میفهمانه که یک خالق هست که او نقصان نداره. مثلا من در اینجا شیشتیم از اوضاع شار خبر نیستم، مریخ نمیفهم چه قسم است، عطارد نمیفهم چه قسم است، نظام شمسی رو نمیفهم چه قسم است، تا که نرم در سر تلسکوپ نشینم و وارد درک نکنم. پس این فیلسوف چی میگه؟ میگه وقتی که من فهمیدم که من وقتی که در اتاق خود شیشتیم از باقی دنیا بیخبر هستم، پس باید ذات قوی باشه که تمام دنیا در تحت تصرف از او باشه و از ذره ذره مخلوقات با خبر باشن. حالا اگه 5 دقیقه در نظام شمسی یک تغییر به یکیش توقف کنه دیگه حرکت کنه، چی میشه؟ تکر میشه و با تکر نظام شمسی از بین میره. از همین خاطر الله سبحانه و تعالی به خاطر شناخت خود چی میگه؟ و فی انفسکم، در نفسای خود چرا تدبر نمیکنه؟ اگر انسان در وجود خود تدبر کنه میفهمه که ذات قوی هست که مرا خلق کرده. اگر انسان مثلا دست خود میبینه، اگر این دست مقاط نمیشد، صحیح کنید؟ و فی انفسکم افلا تتدبرون، در نفسایتان چرا تدبر نمیکنید؟ پس الله سبحانه و تعالی بر ما نشان میده که اگر امی دست تو قاط نمیشد، دی فکر کن. من فکر کردم که دستای من قاط نمیشد، خب چی میکردم؟ به خاطر گرفتن یک لقمه برای هر کدام شما محتاج میکنم. تو بیادر بیا میجه می لقمه را دمی دانم اکو، اما حال من لقمه را میگیرم و دستایم خوبم تا می قسم چیزا کس نه چنگک دار لقمه را خوب میگیری، از این لقمه مثلا یک لقمه پلاو و یک کلی پشک جور میکنی، دوانی سلات ملاتا را میپرتی و میخوری. پس میگه سبحان الله، یا رب تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو حکیم هستی که دست مرا می قسم نماندی. یک استخوان درازی قسم می بود، یک استخوان درازی قسم، خلاص دست از دیگه کارا را میکردی، اما نان خوردن نمیتونستی. در نان خوردن احتیاج مردم بود. پس وقتی که انسان خودش شناخت، ضعف خودش شناخت، خالق میشناسه که ذات قوی هست، با عظمت است.